اگه فکر میکنی شبکه سازی یعنی آویزون شدن، مشکل از کارت نیست، از نگاهته. تو شبکه سازی درست کسی منت نمیکشه. دعوت التماس نیست، پیگیری اصرار نیست، جواب ندادن شکست نیست. قانونش خیلی ساده است. آدمی که واقعا تغییر میخواد دعوت میخواد، نه هل دادن. اگه باید قانعش کنی، اگه باید هی توضیح بدی، اون آدم تیمت نیست. تو تیم ساختن قرار نیست هر کی اومد نگهش داری. قرار آدم درست رو نگه داری. آدمای جدی منتظر فشار نیستن، خودشون قدم برمیدارن. هر جا حس کردی باید خودتو کوچیک کنی تا یه نفر بمونه، اونجا تیم ساخته نمیشه. تیمت جاییه که خودت بودنت کافیه. من نمیگم سریع قضاوت کن، فقط اینو بدون، دعوت کن، ببین کی میمونه. شو. اعتماد با انتخاب ساخته میشه، نه با خواهش.